حکایتی ماهیگیر. ماهیگیری سالخورده زن با 3 پسر داشت و به چیز و پریشان روزگار بود. وی همه روز دام گرفته به کنار دریا می رفت و 4 دفعه بیشتر دام در دریا نمی انداخت. روز دام برداشته به کنار دریا رفت، دام در آب انداخته ساعت بایستاد. پس از آن خواست که دام را بیرون آورد، دید که وزنین است. هرچی زور زد به در آوردن نتوانست. بر کناری دریا میخ کوفته دام فرو بست و خود به آب درآمد. با محنتی بسیار دام را از آب به در آورد، دید که در دام مرده خر افتاده است. غمگین گردید و گفت: خداوندا، امروز عجب رزق نصیب من شد. پس دوباره دام در آب انداخت. چون خواست بیرون آورد، دید که از اوله هم وزنین تر است. گمان کرد که ماهی بزرگ است، خود در آب فرو رفت. با مشقت تمام بیرونش آورد، دید که خومی بزرگ است، پر از ریگ و گیل. پس خوم را بشکست و دام فشرده به دریا انداخت. پس از زمان دام بیرون کشیده، دید که سفال و شیشه شکسته به دام بند شدند. پس از آن سر به سوی آسمان کرده گفت: خداوندا، من بیش از 4 دفعه دام بر آب نمی اندازم و همین دفعه 4م است. بعد از آن دام در آب انداخت. پس از زمان خواست بیرون آورد، دید که بسیار وزنین است. بند دام را به میخ فرو بسته خود را به دریا انداخت. با مشقت زیاد دام را بیرون آورده، دید که خومی میسین است که بر سر آن سرب ریخته با خاتم حضرت سلیمان مهرش کردند. چون ماهیگیر این را بدید، خرسند شد و با خود گفت که سر آن را باید گشایم. پس کارد گرفته سرب را از سر خوم میسین دور نمود و آن را سرنگون کرده بجنبانید که اگر چیزی در درونش داشته باشد فرو ریزد. دود از آن خم بیرون آمده به سوی آسمان رفت. ماهیگیر را عجب آمد و حیران بود که دود در یک جا جمع شد و از میان دود دیو به در آمد که سرش به ابر می رسید. چون ماهیگیر او را دید، از ترس بلرزید و آب در دهانش خشکید. اما دیو چون ماهیگیر را دید، نام سلیمان پیغمبر را به زبان آورده گفت: ای پیغمبر خدا، مرا مکش، پس از این سر از فرمان تو نپیچم. ماهیگیر گفت: ای دیو، اکنون آخر زمان است و سلیمان 1800 سال است که وفات کرده است. حکایت خود بازگوی. چون دیو سخن ماهیگیر شنید، گفت: ای مرد، من حاضر تو را میکشم. ماهیگیر گفت: سزای من که تو را از چنین زندان خلاص کردم این خواهد بود. دیو گفت: بله، تو را از مرگ چاره نیست. اکنون خودت انتخاب کن که تو را چگونه بکشم. ماهیگیر گفت: گناه من چیست که باید ناچار کشته شوم؟ دیو گفت: حکایت مرا بشنو. ماهیگیر گفت: بازگوی
ولی سخن دراز مکن که نزدیک است از ترس جان از تنم برآید. دیو گفت من به خدای سلیمان ایمان نیاوردم. او وزیر خود آسیف برخیازاده را نزد من فرستاد. او مرا پیش سلیمان برد، از من پرستش و فرمانبرداری خواستند. من سرپیچی نمودم. پس وی همین خم مسین را بساخت و مرا در آنجا زندان کرده با سرب سری آن را اندازه نمود و مهر کرده فرمود مرا به دریا انداختند. 700 سال در قعر دریا ماندم و در دل داشتم که هر که مرا خلاص کند او را تا ابد از مال دنیا بای گردانم. کسی مرا خلاص نکرد. 700 سال دیگر ماندم. با خود گفتم هر کی مرا خلاص کند گنجهای زمین را از بهر او بکشایم. کسی مرا خلاص نکرد. 400 سال دیگر ماندم. با خود گفتم هر کس مرا خلاص کند او را به هر گونه که خود انتخاب کند بکشم. در این فکر بودم که تو مرا بیرون آورده مهر از سر خم برداشتی. اکنون بگو که تو را چگونه بکشم؟ چون ماهیگیر این را شنید حیران شد و گریه کرد و او را قسم داده بخشایش طلب کرد. دیو گفت بجز کشته شدن چاره نداری. چون ماهیگیر مرگ را عیان دید گفت من تو را از زندان خلاص کرده گمان بردم که تو با من دوستی میکنی و هیچ گمان نداشتم که تو دشمنی میکنی. دیو گفت در حیات طمع مبند که بجز مرگ چاره نداری. ماهیگیر با خود گفت تو آدمیزاد هستی و این از جنیان است. تو باید در هلاک این تدبیر کنی. پس به دیو گفت اکنون تو مرا خواهی کشت. تو را به نام خدای بزرگ قسم میدهم که راست بگو که تو با این هیکل بزرگ در این خم چطور جا گرفته بودی؟ دیو گفت مگر تو را گمان است که من در درون خم نبودم؟ ماهیگیر گفت تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم. پس از این دیو دود گشته بر هوا بلند شد و به خم فرود آمد. در رو ماهیگیر مهر بر سری خم گذاشته بانگ بر دیو زد که بازگوی اکنون با تو چیکار کنم؟ دیو خواست که بیرون آید، نتوانست و دانست که ماهیگیر او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده است. پس ماهیگیر خم مسین را گرفته به کناری دریا برد. دیو گفت چی خواهی کردن؟ ماهیگیر گفت تو را به دریا می افکنم تا که تا ابد در آنجا بمانی. دیو بنالید و گفت مهر از سر خم بردار و من را آزاد کن که مکافاتی نغز میگیری. ماهیگیر گفت دروغ میگویی و کاری من و تو مثل کاری وزیر پادشاه یونان و طبیب رویان می شود. حکایت پادشاه یونان و طبیب رویان چگونه بوده است؟ پرسید دیو. ماهیگیر گفت گوش کن، من به تو حکایت میکنم. در مملکت فارس و رویان پادشاهی بود که او را پادشاه یونان می گفتند و در تن آن پادشاه ناخوشی مخاو بود که
طبیبان از معالجه آن عاجز بودند. روز طبیبی سالخورده به آن شهر آمد که رویان نام داشت و زبان یونانی و فارسی و عربی و رومی و سود و زیان گیاها و برگ درختان را نحس می‌دانست. پس طبیب چند روز در آنجا بماند و شنید که پادشاه بیمار است و طبیبان در علاج آن عاجز شده اند. برخاسته به پیش پادشاه رفت و زمین بوسیده طبیبی خود را بر پادشاه عرض نمود و گفت: ای پادشاه، شنیدم که تنت را ناخوشی فرا گرفته و تا کنون معالجه نشده است. من میخواهم که معالجت کنم و به آنکه تو را شربت بخورانم و یا روغن بمالم. پادشاه یونان در عجب شد و گفت: چگونه میتوانی به دارو و شربت مرا معالجه نمایی؟ و اگر چنین کنی به تو مکافاتی کلان میدهم و آنچه که آرزو داری برآورم. اما کدام روز و کدام وقت معالجه خواهی کرد؟ ای طبیب، در این کار دیر مکن. طبیبی رویان زمین بوسیده به خانه بازگشت و به معالجه تیاری دید. روز دیگر به نزد پادشاه آمده گفت: امروز با گوی و چوگان به میدان برو. چون پادشاه با گوی و چوگان به میدان رفت، طبیبی رویان پیش آمد و گفت: به قوه بازو بر گوی بزن تا دست و تنت عرق کند و دارو بر دست تو تأثیر کرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه بازگشته به حمام درآ و پس از حمام زمان بخواب که صحت میشوی. در حال پادشاه یونان سوار گشته چوگان و کف گرفته و بر گوی همی زد تا دست و تنش عرق کرد. طبیب رویان دانست که دارو بر تن او تأثیر کرد. گفت: اکنون به خانه بازگرد و به حمام رفت. پادشاه به خانه رفته به حمام درآمد. پس از شستشوی از حمام بیرون آمده خواب کرد. چون از خواب برخاست دید تنش از ناخوشی پاک گشته به نقره سفید همه ماند. پادشاه شادمان و خرسند گردید. روز دیگر طبیب به بارگاه رفت و زمین ببوسید. پادشاه بر پای خیسته او را در کنار گرفت و در پهلوی خود بنشاند. پس از آن خوانهای طعام بنهادند و خوردنی بخوردند و تا آخر به صحبت بنشستند. آنگاه پادشاه 2000 دینار زر و هدیه های گرانبها به طبیب داد. طبیب به خانه بازگشت و پادشاه خرسند نشسته به کرداری نیک طبیب اظهاری تشکر میکرد. چون روز دیگر شد پادشاه به دیوان برنشست و طبیب نیز به بارگاه آمده زمین ببوسید. پادشاه او را در پهلوی خود جای داد. چون طبیب خواست بازگردد، پادشاه 1000 دینار زر با خلعتها و هدیه ها به او داد. پادشاه را با طبیب کار به اینجا رسید و اما وزیر پادشاه مردی بخیل و بدخواه بود. چون بخشش های پادشاه یونان را به طبیب رویان بدید به او رشک آورد و بدخواهی او در دل گرفت و به پیش پادشاه یونان رفته زمین بوسه داد و گفت:
ای پادشاه، بندگان درگاه را فرض است که پادشاه را از آن چی بینند آگاه کنند و نصیحتی که سودمند است بازگویند. پادشاه گفت نصیحت بازگوی؟ وزیر گفت پیشینیان گفتند هر کی در عاقبت کارها اندیشه نکند بر رنج و محنت افتد. من پادشاه را در راهی نادرست میبینم که به دشمن و بدخواه خویش چندین عطا و بخشش میکند و از این کار بسیار میترسم. پادشاه چون این بشنید خشمگین گشت و رنگش پریدن گرفت. از وزیر پرسید که بدخواه کیست؟ وزیر گفت طبیب رویان دشمن جان پادشاه است. پادشاه گفت چگونه بدخواه است که به زحمت و معالجه مرا از رنج چنان ناخوشی خلاص کرد. اگر من او را شریک مملکت و پادشاه مملکت خود کنم هنوز مزد صدیکی نکویی او نخواهد بود. گمان دارم که تو این سخن را از رشک گفتی و همه خواهی که من او را کشته پشیمان شوم. چی خیلی که پادشاه سینباد پشیمان شد؟ وزیر گفت حکایت پادشاه سینباد چگونه بوده است؟ شنیدم که پادشاه از پادشاهان پارس همیشه به شکار می رفت و سیر و تماشا دوست می داشت و شاهینی داشت که دست پرورده او بود و شب و روز آن را از خود دور نمی کرد و تاسکی زرین از برای آن شاهین ساخته و در گردنش آویخته بود که در وقت تشنگی آب از آن تاسک می خورد. روز پادشاه شاهین به دست گرفته با غلامان به شکار رفت و دام پهن نمود. آهوی بدام افتاد. پادشاه گفت هر کسی که غزال از پیش او بجهد او را خواهم کشت. سپاهیان به آهو گرد آمدند. آهو به سوی پادشاه آمد و از بالای سری پادشاه بجست و گریخته رفت. غلامان به یکدیگر نگاه کردند. ملک به وزیر گفت چی میگویند؟ وزیر گفت ای پادشاه، تو گفته بوده ای که آهو از پیش هر کی جهیده رود او را بکشی. اکنون آهو از پیش تو جهیده رفت. پادشاه گفت از پس آهو می روم تا آن را به دست آورم. پس پادشاه از پی آهو بتاخت و شاهین بر سری آهو نشسته به چشمانش همی زد تا اینکه آهو کور گشت و گریختن نتوانست. آنگاه پادشاه رسیده آهو را کشت و از فتراکش بیاویخت، ولیکن بسیار تشنه شد. به سایه درخت آمده دید که آب قطره قطره از درخت همی چکد. تاس را از گردن شاهین گرفت، پر از آب کرده چنان یافت که شاهین تشنه است. آب به پیش شاهین گذاشت. شاهین پر بر تاسک زده آب ریخت. پادشاه باز آن را پر از آب کرده به پیش اسب گذاشت. شاهین باز پر زده آب ریخت. پادشاه در خشم شد و گفت نه خود آب خوردی و نه من و نه اسب را گذاشتی که آب خورد. پس تیغ برکشیده پرهای شاهین را ببرید. شاهین به اشارت به پادشاه نشان داد که به بالای درخت نگاه کند. پادشاه به بالای درخت نگاه کرده مار دید که زهر از آن مار قطره قطره می چکد. آنگاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان گشته و شاهین به دست گرفته به خانه خود بازگشت و بر تخت نشست
و شاهین در دست داشت. پس شاهین فریاد برکشیده بیمرد. پادشاه پشیمان و غمگین شد. چون پادشاه یونان حکایت به اینجا رسانید، وزیر گفت: ای پادشاه، اگر نصیحت قبول نمایی خلاص گردی، وگرنه هلاک شوی. چنانچه وزیر به پسر پادشاه حیله کرد و خود هلاک شد. پادشاه گفت: کدام است آن حکایت؟ وزیر گفت: شنیدم که پادشاه پسری داشت. پسر خواست که به شکار رود. پادشاه وزیر را با او فرستاد. آنها شکار همه کردند تا اینکه به آهوی برسیدند. وزیر گفت: این آهو را بگیر. پادشاه زاده اسب تاخت. او و آهو از دیده سپاهیان ناپدید شدند. پادشاه زاده در بیابان به حیرت ماند، نمیدانست کجا رود. آنگاه دختری دید گریان. به او گفت: کیستی و بهر چه گریانی؟ دختر گفت: من دختری شاه هند بودم. سوار گشته به شکار رفتم. مرا خواب برده بود. از اسب به زیر افتادم و راه به جای ندانستم. پادشاه زاده به او رحم آورد و او را برداشته به خانه زین گذاشت و همی رفت تا به جزیره رسید. دختر از پادشاه زاده طلب کرد که او را از زین فرود آورد. چون فرود آورد، دید که غول است، بد شکل و بد هیبت، و فرزندان خود را پیش خود می‌خواند و میگوید که آدم فربه از بهر خوردن آوردم. پادشاه زاده چون این شنید، دل به مرگ نهاد و از بیم جان بر خود لرزید. غول گفت: چرا ترسانی؟ مگر تو پادشاه زاده نیستی؟ چرا به مال پدر از چنگ دشمن به در نمی روی؟ پادشاه زاده گفت: دشمن من از من جان می خواهد، نه مال. غول چون این بشنید، از پادشاه زاده به کنار رفت. پادشاه زاده به پیش پدر بازگشت و حکایت وزیر به پدر باز گفت. تو نیز ای پادشاه به گفته طبیب رویان دل نهی. وی در کشتن تو تدبیر کند و به زودی کشته شوی، چنان که در بهبودی تو تدبیر کرد و چوگان به دست تو داده تو را از ناخوشی مخاو خلاص نمود. پادشاه یونان گفت: راست گفتی که او چنان که به آسانی مرا از مخاو خلاص کرد، می تواند که دستگولی به من دهد که من آن را بویده هلاک شوم. اکنون بازگوی که فکری درست کدام است؟ وزیر گفت: او را بکش و از بدی او براحت باشی و پیش از آن که او به تو حیله کند، تو به او حیله کن. در حال پادشاه یونان طبیب رویان را بخواست. طبیب رویان حاضر آمد و آستان پادشاه را بوسید و پادشاه را دعا و ثنا کرد. پادشاه گفت: میدانی که از بهر چی تو را طلبیدم؟ طبیب گفت: نمیدانم. پادشاه گفت: تو را از بهر کشتن آوردم. طبیب از این سخن در عجب شد و حیران مانده گفت: به کدام گناه مرا خواهی کشت؟ پادشاه گفت: تو جاسوسی و به قصد کشتن من آمده ای. پیش از آن که تو مرا بکشی، من تو را میکشم. آنگاه پادشاه جلاد خواست و به کشتن طبیب فرمان داد. طبیب گفت: مرا نکش که خدا تو را نکشد. پادشاه گفت: تا تو را نکشم امین نتوانم بود
و می ترسم که با اندک چیز مرا بکشی، چنان که چوگان به دست من داده مرا از مخاف خلاص کردی. طبیب گفت ای پادشاه، مزدی نیکویی من نه این است. پادشاه گفت ناچار باید کشته شوی. طبیب رویان هلاکی خود را یقین کرده غمگین شد و بگریست و از نیکویی ها که به پادشاه کرده بود پشیمان گشت. آنگاه جلاد پیش رفته شمشیر برکشید و رخصت خواست که او را بکشد. طبیب رویان بگریست و گفت ای پادشاه، مزد من نه این بود. تو به من چنان مزد می دهی که نهنگ به صیاد داده بود. پادشاه گفت چون است حکایتی نهنگ با صیاد؟ طبیب گفت ای پادشاه، در زیر تیغ چگونه توانم حکایت کنم؟ تو از من درگذر و به غریبی من ببخشای که خدای بخشندگان به تو ببخشاید. پس در آن وقت یکی از خادمان پادشاه پایه تخت پادشاه را بوسه داده گفت ای پادشاه، از او درگذر که ما گناه از او ندیده ایم. پادشاه گفت اگر من او را نکشم خود کشته شوم. از آن کسی که تواند چوگان به دست من داده از ناخوشی مخاو نجاتم دهد، این نیز می تواند دستگل به من دهد و من او را بویده هلاک شوم. مرا گمان این است که او جاسوس و به قصد کشتن من آمده، به ناچار او را باید کشت. چون طبیب دانست که ناچار کشته خواهد شد گفت ای پادشاه، اکنون که به کشتن من آستین بر زده ای، مرا رخصت ده که به خانه خویش روم و وصیت بگذارم و مرا کتابی است او را آورده به تو هدیه کنم. پادشاه گفت چگونه کتاب است؟ طبیب گفت آن کتاب سودهای بسیار دارد. کمتر سودش این است که پس از آن که سرم بریده شود پادشاه آن کتاب را بکشاید، از صحیفه دست چپ 3 سطر بخواند، آنگاه سر من در سخن آید و آنچه را پادشاه سوال کند جواب دهد. پادشاه را این سخن عجب آمد و طبیب را به پاسبان سپرده جوابی رفتنش داد. طبیب به خانه خود رفته 2 روز در خانه بود. روزی 3 در پیشگاه پادشاه حاضر گشت. کتاب کهنه با سرمدان در دست داشت. طبق خواسته از آن سرمدان اندک دارو به طبق فرو ریخت و گفت ای پادشاه، این کتاب را گیر. چون سری مرا برند بفرمای که در همین طبق نهاده با این دارو بیالایند که خونش باز استد. آنگاه کتاب کشاده به آن طریق که گفتم 3 سطر خوان و از سری من آنچه خواهی سوال کن. چون سری طبیب را بریدند همچنان کردند که وی گفته بود و پادشاه کتاب گرفت و خواست که آن را بکشاید. ورقهای کتاب را به هم پیوسته یافت، انگشت به آبی دهان تر کرده ورق چند کشود. ورقها به آسانی کشوده نمی شدند. چون 6 ورق کشود در کتاب خطی نیافت. گفت ای طبیب، خطی در کتاب ندیدم. طبیب گفت چند ورق بازگردان. پادشاه ورقها همه کشود تا که زهری که طبیب در کتاب به کار برده بود بر پادشاه کارگر آمد و فریاد بلند برآورد.
طبیب رویان چون حالت پادشاه دید گفت ای پادشاه، نگفتمت که به کشتن بیگناهان فرمان مده؟ و هنوز طبیب سخنش را به انجام نرسانیده بود که پادشاه مرد. چون ماهیگیر سخن به اینجا رسانید گفت ای دیو، بدان که اگر پادشاه یونان قصد کشتن طبیب رویان نمی کرد، خدا او را نمی کشت. تو نیز ای دیو، اگر نمی خواستی که مرا بکشی، خدای تعالی تو را نمی کشت. چون تو قصد کشتن من کرده بودی، اکنون من تو را در این خم مسین انداخته به دریا بیفکنم. دیو چون این بشنید فریاد برآورده بنالید و ماهیگیر را قسم داد و گفت تو بدکرداری مرا مزد بد مده و چنان مکن که ایمامه به آتیکه کرد. ماهیگیر گفت چگونه بوده است حکایت آنها؟ دیو گفت من چون توانم که در زندان نشسته حکایت کنم؟ مگر مرا بیرون بیاوری حکایت باز گویم. ماهیگیر گفت ناچار تو را به دریا افکنم که دیگر راهی بیرون آمدن ندانی. من پیش تو بسیار بنالیدم و زاری کردم، تو بر من رحم نکردی و میخواستی که بیگناه هم بکشی و به عوض این که من تو را از زندان برآوردم، تو در هلاک من همه کشیدی. اکنون بدان که تو را به این دریا افکنم و به اینجا خانه کنم و همه کس را از کرداری بدی تو خبردار نمایم و نگذارم که دیگر کس تو را برآرد تا ابد در همین جا بمانی و گونه گونه رنج و عذاب بری. دیو گفت اکنون وقتی جوان مردی و مروت است، مرا آزاد کن. من نیز با تو عهد و پیمان بندم که هرگز به تو بدی نکنم و تو را از مردم بی نیاز گردانم. پس ماهیگیر از دیو پیمان گرفت و قسمش داده مهر از سری خم مسین برداشت. در حال دود از خم بیرون آمده بر آسمان رفت. پس از آن در یک جا جمع آمده دیو شد، زیست شکل و پا به خم مسین بزد و او را به دریا انداخت. چون ماهیگیر دید که دیو خم را به دریا افکند، سخت ترسید و با خود گفت که این علامتی نیک نبود. پس از آن پیش دیو آمد و گفت ای امیر دیوان، تو پیمان بستی و سوگند یاد کردی که به من بدی نکنی. آنگاه دیو خندید و گفت ای ماهیگیر، از پیمان بیا. ماهیگیر دل به مرگ داده همی رفت تا به کوهی رسیدند. بالای کوه برآمده از آنجا به بیابانی به پایان فرود آمدند و در آن بیابان کولی بود. دیو بر آن کول ایستاد و به ماهیگیر گفت دام به این کول انداز و ماهیان بگیر. ماهیگیر دید که در کول ماهیانی سرخ و سفید و زرد و کبود هستند. او را عجب آمد و دام به کول انداخت. پس از زمان دام بیرون آورد. 4 ماهی به 4 رنگ در دام یافت. پس دیو به او گفت ماهیان را به نزد سلطان بر که او تو را بی نیاز سازد و اگر گناه از من رفت ببخشای و عذر مرا قبول فرما که من 1800 سال در درون دریا بودم و روی زمین را ندیدم. تو همه روز
از این کل یک دفعه ماهیگیر و سلام. پس زمین شکافته شد و دیو به زمین فرو رفت و ماهیگیر به شهر آمد و از سرگذشت خود با دیو در عجب بود. پس به خانه بیامد، ظرف پر از آب کرده ماهیان در آن انداخت و آن را چنان که دیو آموخته بود برداشته به بارگاهی پادشاه آمد و ماهیان را به پیشگاهی پادشاه برد. پادشاه چون آن گونه ماهیان ندیده بود، از ماهیان در عجب آمده گفت: این ماهیان به کنیز آشپز بسپارید. آن کنیز را 3 روز پیش پادشاه روم به هدیه فرستاده و هنوز چیزی نپخته بود. چون ماهیان به کنیز سپردند، وزیر به فرمان پادشاه 400 دینار زر به ماهیگیر داد. ماهیگیر زرها را به دامن کرده شادان و خرم به خانه خود بازگشت. اما کنیز آشپز ماهیان را به تابه انداخته بر آتش گذاشت تا یک سوی آنها سرخ گردید و آتش در زیر تابه همی سوزاند که دید دیوار آشخانه شکافته شد و دختری ماهروی به آشخانه در آمد. شاخه بمبوک بر دست داشت و آن شاخه را بر تابه زد و گفت: ای ماهی، آیا در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ چون آشپز این بدید بیهوش افتاد و دختر همان سخن را تکرار میکرد تا اینکه ماهی سر برداشته گفت: بله بله. پس از آن همه ماهیان سر برداشته گفتند: اگر تو یگانه شوی ما با تو دیل یگانه کنیم و از مهر و دوستی دیگران دور شویم. دخترک چون این بشنید تابه را سرنگون کرده از همان جا که برآمده بود بدر شد و شکاف دیوار به هم پیوست. چون کنیز به هوش آمد دید که ماهیان سوخته و نابود شدند. کنیز ملول نشسته به بخت خویشتن گریان بود و می گفت: شکست خوردن در جنگ اول مبارک نباشد. کنیز با خود گفتگو می کرد که وزیر در رسید و ماهی خواست. کنیز گریان شد و واقعه را باز گفت. وزیر را عجب آمد و ماهیگیر را خواست و گفت: از آن ماهیان 4 دیگر بیار. ماهیگیر به سوی کل رفت و دام انداخت. پس از زمان بیرون کشید، دید که 4 ماهی مانند همان ماهیان به دام افتاده اند. ماهیان را به پیش وزیر آورد. وزیر آنها را به کنیزک داد. کنیز ماهیان به آشخانه آورده به تابه انداخت. در حال دیوار آشخانه شکافته همان دختری آفتاب روی به آشخانه در آمد و شاخه بمبوک بر تابه زد و گفت: ای ماهی، در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ ماهیان سر برداشتند و همان سخنانی پیشین تکرار نمودند. چون ماهیان سخنی پیشین تکرار کردند، دختر تابه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود بیرون گشت. وزیر گفت: این کار است حیرت آور. از پادشاه پنهان داشتن آن لازم نیست. در حال برخاسته پیش پادشاه آمد و پادشاه را از ماجرا آگاه گردانید. پادشاه گفت: من نیز باید ببینم. پس ماهیگیر را حاضر آورده به کل روان ساختند. ماهیگیر
به سوی کل روان رفته در حال 4 ماهی آورد و پادشاه فرمود 400 دینار زر به ماهیگیر دادند. پس پادشاه به وزیر گفت که در همین جا ماهیان بیریان کن تا به چشم خود ببینم. وزیر فرمود تابه حاضر کردند و ماهیان به تابه انداختند. هنوز یک روی آنها سرخ نشده بود که دیوار بشکافت. غلامک آمد، سیاه و چوب در دست داشت. با زبان فصیح گفت: ای ماهی، به عهد قدیم و پیمان محکم هستی؟ ماهی سر برداشته گفت: بله بله، و همان سخنانی پیشین تکرار نمود. پس از آن غلامک تابه را با همان چوب سرنگون کرد و ماهیان هر 4 بسوختند و غلامک از همان جا که آمده بود بیرون شد. پادشاه گفت: باید این راز بدانیم. در حال ماهیگیر را خواست و از مکان ماهیان جویان شد. ماهیگیر گفت: از کل است در پشت این کوه چند روزه مسافت است؟ ماهیگیر گفت: ای پادشاه، در نیم ساعت به آنجا توان رفتن. پادشاه را عجب آمد و همان ساعت با سپاهیان و ماهیگیر بیرون رفتند. ماهیگیر به دیو لعنت می‌خواند. پس به بالای کوه برآمدند و در بیابان بی پایان که در میان 4 کوه بود فرود آمدند که پادشاه و سپاهیان در تمامت عمر آنجا را ندیده بودند. پس به کنار کل رفته 4 رنگ ماهی در آنجا دیدند. پادشاه به حیرت مانده از سپاهیان پرسید که تا کنون این کل را دیده بودید یا نه؟ گفتند: ندیده بودیم. پادشاه گفت: دیگر به شهر باز نگردم تا چگونگی این کل و ماهیان دانم. آنگاه سپاهیان را گفت فرود آمدند و وزیر را بخواست. وزیر مردی دانشمندی هوشیار بود. پیش پادشاه آمده زمین ببوسید. پادشاه گفت: من همه خواهم که تنها نشسته و از چگونگی این کل و ماهیان آن جویان شوم. تو امیران سپاه را فرما که پیش من نیایند تا کسی از قصد من آگاه نشود. وزیر چنان کرد که پادشاه فرمود. چون شب در آمد، پادشاه با شمشیری برکشیده به هر سو می گشت. ناگاه از دور یک سیاهی بدید. خرسند گردید. نزدیک رفته قصر یافت از سنگ‌های قیمت بها و مرمر که 2 دری آهنین داشت. یکی از آنها بسته، دیگری گشاده بود. خرم و شادان به نزدیکی در ایستاده به نرمی در بکفت. آواز نشنید. باری دوم و سیوم در بکفت. جواب نرسید. در 4مین کرد به درشتی در بکفت. آواز نیامد. دلیرانه به دهلیز در آمد. فریاد برکشید که ای ساکنان قصر، مردی رهگذری فقیرم، توشه به من دهید. 2 بار و 3 بار سخن تکرار کرد. جواب نشنید. دل قوی داشته به میان قصر در آمد. در آنجا نیز کسی نیافت، ولیکن دید که فرشها به آنجا پهن کرده و در آن میان حوض است از بلور و به 4 گوشه آن حوض شیرها از زری سرخ که از دندانشان دور و گوهر به جای آب همی ریزد.
پادشاه را بس عجب آمد، ولی افسوس می‌خورد که کسی را نیافت که از کول و ماهیان آن پرسد. پس در گوشه نشسته سر به گریبان فکر فرو برد و انگشت حیرت به دندان گرفت. ناگاه ناله غمگینانه شنید که دلش از اثر آن ناله تپید. پادشاه از جای برخاست و به آن سوی رفت. پرده دید آویخته. چون پرده برداشت، در پشت پرده پسری دید ماهروی که در بالای تختی که از زمین دو وجب جدا بر هوا ایستاده بود نشسته و آن پسر در حسن و جمال بی نظیر بود. پادشاه را از دیدن آن جوان خرمی روی داد، اما جوان ملول و غمگین بود. پادشاه سلام کرد. او جواب باز گفت و از جای خود برنخاست و از برنخواستن عذر خواست. پادشاه گفت: ای جوان، از این کل و ماهیان رنگین و از این چارکوه و از این قصر و تنهایی خود مرا خبردار نما و باز بگو که چرا این گونه گریانی؟ جوان چون این بشنید گریان شد و دامن خود را به یک سو کرد. پادشاه دید که از ناف تا به پای سنگ و از ناف تا به سر به صورت آدم است. پس جوان گفت: ماهیان این کل حکایتی عجیب دارند و آن این است که پدرم پادشاه این شهر و نامش محمود صاحب جزیره های سیاه بود. 70 سال در مملکت پادشاهی کرد. پس از آن مرد و مملکت به من رسید. دختری عمک خود را به زنی آوردم و او مرا بس دوست می داشت و به من دسترخوان پهن نمی کرد و خوردنی نمی خورد. 5 سال به این طریق گذشت. روزی به حمام رفت. به خادم گفت که خوردنی از برای شام آماده کند. پس من بر بالای تخت برآمده خواستم خواب کنم. بدو کنیز گفتم که به من باد زنید. یکی به زیر پا و دیگری به بالین من نشستند و باد به من همی زدند، ولی مرا خواب نمی برد و چشم بر هم نهاده بیدار بودم. پس کنیزی که به بالین من نشسته بود به آن یکی گفت: افسوس از جوانی خواجه که به این بدکردار دچار گشته است. و آن دیگری گفت: راستی چون این زن نه شایسته خواجه ماست که هر شب به خوابگاه دیگران اندر است. آن یکی گفت: چرا خواجه از او هیچ نمی پرسد؟ دیگری گفت: خواجه از کردار او هیچ آگاهی ندارد که او هر شب پاره بنگ به شراب انداخته خواجه را بیهوش گرداند و خود به جای دیگر رود. بامداد باز آمده خواجه را به هوش آورد. چون من سخنی کنیزکان شنیدم باور نکردم تا دختری عمکم از حمام بیرون آمد. دسترخوان پهن کردند، خوردنی خوردیم و زمان صحبت کردیم. پس از آن شراب حاضر آوردند. زنم قدح خورده قدح دیگر به من داد. من چنان بینمودم که باده می خورم، اما به پنهانی ساغر بریختم و خواب کردم. شنیدم که می گفت: خواب کن که برنخیزی. پس برخاسته کرته حریر و زرین پوشید و خود را آراست و در گشاده برفت. من نیز
از اثر او روان شدم و همه رفتم تا به دروازه شهر رسیدم. سخنی گفت و فسونی خواند که من ندانستم. در حال دروازه شهر گشاده شد و از شهر بیرون شدیم و همه رفتیم تا به حصار رسیدیم. دختر به خانه گلینی که در میان حصار بود برفت و من به بالای خانه برآمدم و چشم به روزنه بنهادم. دیدم که دخترک به غلامی سیاه گپ زد و زمین ببوسید. غلامک سر برداشته به او تندی کرده گفت: چرا دیر کردی؟ که زنگیان در اینجا بودند و هر کدام معشوقه در کنار داشتند و باده نوشی کردند. چون تو در اینجا نبودی من باده ننوشیدم. ای خواجه، خود میدانی که مرا شوهر است، او را بس ناخوش دارم و اگر برای خاطر تو نمیشد من این شهر را زیر و زبر می کردم. غلامک گفت: ای روسیا، دروغ میگویی. با جان زنگیان قسم که دیگر به سوی تو نگاه نکنم و دست بر تنت ننهم. آمدن تو نزد من از روی میل نیست. اگر تو را شهوت نجنبد پیش من نخواهی آمد. خلاصه غلامک از این سخنان می گفت و دختر بر پای ایستاده می گریست و می گفت: ای سرور دل و روشنایی دیده، مرا بجز تو کسی نیست. اگر برانیم از درآیم از دری دیگر. القصه دختر چندان گریست که غلامک به او رحم کرد و به نشستن جواب داد. دختر خورم بنشست و به غلام گفت: ای خواجه، خوردنی و نوشیدنی می خواهم. غلامک گفت: در آن کاسه گلین پاره گوشتی موشه هست و در آن کاسه سفالین قطره شراب مانده، آنها را بخور. دختر برخاسته آنها را پیش نهاده خورد و بنوشید و جامه برکند. بر روی بریا و زیری چمنی دریده در پهلوی غلام بخفت. من از روزنه خانه آنها را می دیدم و سخن ایشان می شنیدم. آنگاه از بام خانه به زیر آمده شمشیر برکشیدم و خواستم هر دو را به یک بار کشم. شمشیر به گردن غلامک راست آمد. من گمان کردم که کشته شد. پس من از خانه بیرون آمده به قصر رفتم و در خوابگاه خود بخفتم. چون بامداد شد دختری عمک خود را دیدم که گیسوان بریده و جامه ماتم پوشیده پیش من آمد و گفت: دیروز شنیدم که یک برادرم را مار گزیده و برادر دیگرم از بالای بام به زیر افتاده و پدرم به جنگ دشمنان رفته هر سه مردند. اکنون لازم است که من به ماتم بنشینم و گریان و ملول باشم. من گفتم: هر آنچه خواهی کن. سال به ماتمداری و اندوه بنشست. پس از 1 سال گفت: باید به درون قصر خانه بنا کنم و صورت قبر در آنجا سازم و آنجا را بیت الاحزان نامیده به ماتمداری نشینم. گفتم: هر آنچه خواهی کن. پس خانه و صندوق ساخت و غلامک را به آنجا آورد که او نمرده بود ولی از آن زخم بیمار بود و سخن گفتن نمی توانست. پس دختر همه روز بامداد و شام به بیت الاحزان در آمده به زخم او مرهم می نهاد و شربت و شراب به او می خوراند
تا اینکه روز دختر به آن مکان رفت و من نیز از پی او رفتم. دیدم که می خروشد و سینه و روی خود می خراشد. من با شمشیری برکشیده پیش رفتم و به او گفتم: ای روسیا، رفتار تو به رفتار آن زنان مانند است که به مردان بیگانه عشق ورزند. چون مرا دید که به قصد کشتن او شمشیر بلند کردم، دانست که غلامک را نیز من با آن روز انداختم. آنگاه سخنان گفت که من آنها را ندانستم و به من گفت: افسون من نیمه تو را سنگ کند. در حال به این رنگ شدم. پس از آن به شهر و مردم شهر جادو کرد. چون در شهر 4 گونه مردم بودند: مسلمان و نصارا و یهود و مجوس. 4 گونه ماهیان شدند و شهر نیز کولی آب شد و 4 جزیره 4 کوه شدند. پس از آن همه روزه دختر به پیش من آمده مرا برهنه می سازد و با تازیانه چندان می زند که خون از تن من روان می شود. آنگاه جامه پشمین به من می پوشاند. چون جوان این سخنان گفت گریان شد. پادشاه گفت: ای جوان، بازگوی که آن دختر کجاست؟ جوان گفت: بامداد و شامگاه به کنار صورت قبری که غلامک در آنجاست بیاید. و وقتی رفتن پیش من آمده تنی مرا به آن گونه که گفتم از تازیانه نیلگون کند. ای جوان، به تو نیکی ها و خوبی ها کنم که پس از من به دفترها نوشته در زبانها بگویند. پس پادشاه برخاست و به قصر خود بازگشت. روزی دیگر وقت شام شمشیر برگرفته به آن جایی که غلامک بود آمد. دید که قندیل ها آویخته و شمعها برافروخته و می سوزند و زنگی به خوابگاه خوابیده بود. در حال شمشیر از غلاف برکشیده غلامک را کشت و به چاه افکند و جامه های او را پوشیده در خوابگاه او خوابید و شمشیری برکشیده در پهلوی خود گذاشت. چون ساعتی گذشت دختر به قصر در آمد و پسری عمک خود را برهنه کرد. تازیانه به او می زد و او می نالید و می گفت: به من رحم کن، این حالتی که من دارم مرا کافی است. دختره گفت: چرا تو رحم نکردی و معشوق مرا به آن روز نشاندی؟ پس از آن دخترک جامه پشمین به او پوشانیده جامه حریر از روی او پوشانید و به نزد غلام آمده ساغری شراب پیش آورد و گریان گریان گفت: ای خواجه، از این شراب قطره بنوش و با من سخن گوی. پس پادشاه مانند زبان زنگیان و سخن گفتن حبشیان گفت: آه آه، سبحان الله. چون دختر آواز او را شنید از خوشوقتی و شادی بیهوش شد. چون به هوش آمد گفت: ای خواجه، مرا امیدوار کردی. آنگاه پادشاه با آوازی اندوهگین گفت: ای روسیا، با تو سخن گفتن لازم نیست. دختر گفت: سبب چیست؟ گفت:
از برای آنکه همه روزه شوهری خود را تازیانه میزنی و او را عذاب میدهی، فریاد و ناله او خواب بر من حرام کرده، وگرنه من 100 باره از بیماری خلاص می شدم. دختر گفت اگر تو اجازت دهی او را آزاد کنم. پادشاه گفت او را آزاد کن و مرا راحت بخش. در حال دختر نزد پسری عمکش رفته تا سگ پر از آب کرد و افسون به او دمیده به آن جوان بپاشید. آن جوان به صورتی نخست درآمد. دختر او را از قصر بیرون کرده و گفت دیگر باز نگرد وگرنه کشته می شوی. آنگاه دختر به بیت الاحزان درآمد و گفت ای خواجه با من سخن بگو که پسری عمک خود را از جادو خلاص کردم. پادشاه گفت آنچه کردن لازم است هنوز نکرده ای. دختر گفت ای خواجه آن کدام است که نکردم؟ پادشاه گفت این شهر و مردم این شهر را به صورت اوله بازگردان که هر نیمه شب سر برداشته مرا نفرین می کنند و به این سبب من از بیماری خلاص نمی شوم. دختر سخنان پادشاه می شنید و گمان می کرد که غلام به او سخن می گوید. آنگاه برخاسته به نزدیک کل آمد. قطره از آب کل برداشته فسون به او دمید و آب به کل انداخت. در حال ماهیان به صورت آدمیان در آمدند و بازارها به صورت نخستین بازگشتند و کوهها جزیره ها شدند. پس از آن دختر به بیت الاحزان در آمد و کردار خود به پادشاه باز نمود. پادشاه آهسته گفت نزدیکتر آی. دختر نزدیک آمده گفت ای خواجه پایت بگذار تا ببوسم، چون دست نمی دهد در آغوش. در حال پادشاه شمشیر بر سینه دختر زد. دختر دو نیمه بیفتاد. پادشاه برخاسته از خانه بیرون شد. جوان را دید که به انتظار پادشاه ایستاده. چون چشمش بر پادشاه افتاد شکر به جا آورد و دست و پای او را بوسه داد. پادشاه نیز خلاصی او را تهنیت گفت و از او سوال کرد که اکنون در شهر خود به سر میبری یا با من همه آیی؟ جوان گفت تا جان دارم از تو جدا نخواهم شد. ای پادشاه از اینجا تا به شهر تو چقدر مسافت است؟ پادشاه جواب داد 2 روز راه است. جوان گفت از اینجا تا به شهر تو 1 ساله راه است. پادشاه را تعجب زیاده شد. پس پادشاه زاده در رکاب پادشاه 1 سال همه رفتند تا به شهر پادشاه رسیدند و سپاه و رعیت و استقبال پادشاه برآمده سومی سمند پادشاه ببوسیدند و به سلامتی او شادان شدند. پادشاه به قصر در آمده بر تخت نشست و ماهیگیر را خواست. به وی مکافات داده شماره فرزندانش پرسید. ماهیگیر گفت 1 پسر و 2 دختر دارم. پادشاه یکی از دختران او را برای خود و دیگری را از برای پادشاه زاده جادو شده نکاح کرد و امیری لشکر به پسری او سپرد
و حاکمی شهر به پادشاهزاده و حاکمی جزیره سیاه را به ماهیگیر سپرید و با کامرانی به سر بردند تا مرگ به آنها در رسید. اینجا شنونده عزیز، من با شما خیر و خوش می نمایم، چون که افسانه ما به پایان رسید. نیکنام و سربلند باشید.